سلام و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی Red Dead Redemption 2. در این ویدیو به سراغ تکمیل چالش های وپن اکسپرت میریم که مثل همیشه راههای ساده رد کردن هر قسمت رو نشونتون میدم. چالش های وپن اکسپرت جزء چالش های به نسبت آسان‌تر بازی به حساب میان، ولی خب در این حال به شدت هم هیجان انگیز هستن. خیلی خوب، دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بریم به سراغ تکمیل چالش ها. چالش اول از شما میخواد که با استفاده از چاقوی کمریتون 3 دشمن رو بکشید. شما هر جایی میتونید این چالش رو کامل بکنید، ولی من بهتون هنگین داگرنش رو پیشنهاد میدم تا با دردسر کمتری مواجه بشید. دشمن واقع در شرق رنج همیشه به سمت مخالف ما نگاه میکنه و اگر بی سر و صدا بکشیدش، باقی گنگ متوجه حضور شما نمیشن. در اینجا لازمه که یک نکته ای رو بهتون بگم. اگر که کرکترتون آرتوره در حال حاضر که هیچی، ولی اگر کرکترتون جانه باید بهتون بگم که این دشمن تنهای شرق رنج دیگه موقعی که بازیتون به جان رسیده دیگه در اونجا نایستاده، ولی خب نیازی نیست نگران باشید چون که توی اونجا افراد زیادی هستن و شما میتونید به سادگی براش یه دونه کاندید مناسب برای کارتون پیدا بکنید. بعدش میتونید به سراغ نگهبانانی که در دم در ورودی اونجا ایستادن برید و خب یکی رو بی سر و صدا بزنید و بکشید با استفاده از چاقوتون و اون یکی هم با به زمین زدنش پشت فنس‌ها بکشید و بعد سریعا دور بشید تا جون سالمه در ببرید. با انجام این کار شما چالش اول رو کامل کردید و میتونید برید به سراغ چالش دوم. چالش دوم از ما میخواد که با استفاده از چاقوی پرتابی 3 دشمن رو در کمتر از 10 ثانیه بکشیم. من بهتون 6 پوینت کابین رو پیشنهاد میدم به خاطر اینکه همیشه داخل کلبه اونجا 4 نفر نشستند که میتونید با استفاده از ندایتون غافلگیرشون کنید و 3 نفرشون رو با پرتاب چاقو بکشید و سریعا از اون محل دور بشید. با انجام دادن این کار شما این چالش هم کامل کردید و میتونید برید به سراغ چالش سوم. چالش سوم از شما میخواد که 3 پرنده گوشتخوار رو با استفاده از تبر شکار بکنید. کافیه که حالا هر حیوانی رو شکار بکنید و بعد در منطقه بازی در طول روز قرار بدید و بعد کمی از لاشه دور بشید و صبر کنید تا پرنده های گوشتخوار برسن و بخوان از لاشه تغذیه بکنن و بعد کافیه که با پرتاب تبر شکارشون بکنید. با انجام دادن این کار شما این چالش رو هم کامل کردید و میتونید برید به سراغ چالش چهارم. چالش چهارم از ما میخواد که با استفاده از فشنگ‌های دستساز شاتگان 10 دشمن رو بکشیم. فشنگ‌های شاتگان کلاً 4 مدل دارن که عبارتند از شلز یا همون گلوله‌های معمولی، اسلاگ که رنج بیشتری دارن و اکسپلوسیو که همون گلوله‌های انفجاری هستند و اینسیندیاری یا همون گلوله‌های آتشین. فشنگ‌های شلز و اسلاگ که معمولی هستن و میتونید از هر گان اسمیسی بخرید، ولی دو مورد آخر جزو فشنگ‌های دستساز به حساب میان و میتونید از هر کدوم که دوست دارید استفاده بکنید. ولی خب این دو فشنگ نیاز دارن که اول فملت یا همون دستور ساختشون رو اول پیدا بکنید. فملت فشنگ‌های آتشین رو میتونید در کلبه مخروبی در جنوب ورنهور پیدا بکنید، ولی فملت فشنگ‌های اکسپلوسیو در نیو آستین هستش که خب اگر کاراکترتون آرتوره بهش دسترسی ندارید، ولی خب یه راه حل دیگه ای هم که میشه با آرتور اون فملت رو به دست بیارید اینه که میتونید از هر فنسی بخرید یا کلا اکثر 99% این فملت ها رو میتونید از فنس ها بخرید، حالا چه فملت دارو چه فملت حالا تیر و اسلحه و اینجور چیزا. خیلی خوب، حالا که الان دستور ساخت ها رو دارید میتونید به شروع به ساخت فشنگ ها بکنید. در ضمن یادتون باشه که حتما فملت ها رو خونده باشید وگرنه فقط با برداشتنشون دستور ساخت رو یاد نمیگیرید. برای ساخت فشنگ‌های اکسپلوسیو به انیمال فت نیاز دارید یا همون چربی حیوانی که اونو میتونید با استفاده از در واقع با استفاده که نه با شکار حیواناتی مثل گراز و مرغابی به دست بیارید و فشنگ‌های آتشین رو میتونید با استفاده از مونشاین بسازید. برای ساخت فشنگ‌های آتشین کافیه که به هر فنسی برید، چون فنس‌ها مونشاین دارن و خب ازشون 3 تا مونشاین حداکثر اگه کیفتون معمولی باشه و کیف افسانه شرقی رو نداشته باشید حداکثر 3 تا میتونید بخرید و پیشنهاد میکنم که همونجا وارد منوی کرافت بشید و بلافاصله شروع به ساختن گلوله‌ها بکنید تا اگر که حالا تیرتون به خطا رفت یا حالا هر چیزی نیاز نباشه که باز دوباره به فنس برگردید و خب حداقل سعی کنید که 12 تا دونه فشنگ هم درست بکنید. بعدش پیشنهادم اینه که به 6 پوینت کبید میایید و 10 نفر از دشمن‌ها رو به ترتیب بکشید.
با انجام دادن این کار شما موفق شدید که این چالش هم به خوبی به پایان برسونید و میتونید برید به سراغ چالش پنجم. چالش پنجم از شما میخواد که با استفاده از تنها یک چاقوی پرتابی 5 سوارکار رو بکشید. کافیه که سوارکارها رو در اطراف شهرها با پرتاب چاقو بکشید که خب این کار کمی هم از شرافتتون کم میکنه و اگر میخواید که از شرافتتون کم نشه باید صبر کنید تا رندوم کانترهای بازی که خب انمی هم هستن ظاهر بشن تا دیگه از شرافتتون کم نشه. در ضمن نکته مهمش اینه که باید از تنها یک چاقوی پرتابی استفاده بکنید. بنابراین بعد از اینکه از اون چاقوی پرتابی استفاده کردید و به هدف خورد باز دوباره به پیش هدف برید تا به صورت اتومات اون چاقو رو باز دوباره بردارید. با انجام این کار شما این چالش هم به خوبی به پایان رسوندید و میتونید برید به سراغ چالش ششم. چالش ششم از ما میخواد که 4 دشمن رو با استفاده از تنها یک دینامیت بکشیم. کافیه که به 6 پوینت کمین بیاید و به داخل کلبه برید بلافاصله و حتما هم حواستون باشه که یک قدم به داخل رفته باشید تا دینامیتتون به در نخوره. یک دینامیت بلافاصله به داخل پرت کنید و سریعا خارج بشید تا جون سالم به در ببرید. با انجام دادن این کار شما این چالش هم به خوبی به پایان رسوندید و میتونید برید به سراغ چالش هفتم. چالش هفتم از ما میخواد که 4 دشمن رو با استفاده از تنها یک تبر بکشیم. کافیه که به هنگین داگ رنج بیاید و بعد با پرتاب تبر به سمت دشمن طرحهای شرق رنج اون رو بکشید و بعد برید و تبرتون رو بردارید و بعد کمی از منطقه دور بشید به حدی که اون نوار قرمزی که نماد انمی هست از روی صفحتون محو بشه و بعد بلافاصله باز میتونید برگردید چون که اون دشمن باز دوباره اسپان شده. فقط حواستون باشه که حتما تبرتون رو بردارید چون باید فقط با استفاده از یک تبر این کار رو انجام بدید و خب این روش حالا میتونید بعد 3 بار دیگه هم انجامش بدید تا کامل بشه، ولی خب این روش سریع ترین روش نیست و خب 2-3 دقیقه وقتتون رو میگیره، ولی خب امن ترین روش به حساب میاد. با انجام دادن این کار شما این چالش هم به خوبی به پایان رسوندید و میتونید برید به سراغ چالش هشتم. چالش هشتم که شاید پرهیجان ترین چالش به کل چالش های وپن اکسپرت باشه از ما میخواد که با استفاده از اسلحه کمری لوله بلند 15 دشمن رو بکشیم. کافیه که در ابتدا به پیش هرگان اسمیسی برید و اسلحه مورد نظرتون رو از لوله کوتاه به لوله بلند تغییر بدید. فقط حتما باید حواستون باشه که اسلحه که لوله‌شو از سایز لوله‌شو رو تغییر میدید بعد یا در دسته روالورها باشه یا پیستول ها و اسلحه های دیگه مثلا مثل شاتگان دستی همون ساود آف شاتگان یا اینا مناسب این چالش نیستن و نمیتونید باشون این کار رو انجام بدید و خب یا یک روالور رو انتخاب بکنید یا یک پیستول رو. کافیه که به هنگین داگرنج بیاید و بعد شروع به از پادر بردن دشمن ها بکنید و در ضمن حواستون هم باشه که دشمن پشت مشینگان رو هم با ددای از پادر بیارید به خاطر اینکه اگر گلوله های مشینگان بهتون اصابت بکنه بیشتر از چند لحظه زنده نمیمونید. با انجام دادن این کار شما این چالش هم به خوبی به پایان رسوندید و میتونید برید به سراغ چالش بعدی. چالش نهم از ما میخواد که 9 دشمن رو بدون اینکه متوجه بشن از پشت سر با تیر و کمان بکشیم. کافیه که دوباره به هنگین داگرش بیاید و دوباره به سراغ دشمن تنهای شرق رنج برید و هدف قرارش بدید و بعد باز دوباره مثل چالش فکر کنم هفتم بود دور شید و بعد باز دوباره برگردید تا اون دشمن باز دوباره اسپان بشه و به همین ترتیب 9 بار این کار رو انجام بدید تا این چالش رو هم با موفقیت به پایان برسونید و بتونید برید به سراغ چالش آخر. چالش دهم از ما میخواد که یک خرس گریزلی رو با استفاده از چاقوی پرتابی بکشیم بدون اینکه خرس به ما بتونه هیچ آسیبی بزنه. کافیه با استفاده از هوکفدر و چاقوی پرتابی ارتقا یافته بسازید تا کارتون خیلی ساده تر بشه و بتونید با استفاده از تنها 3 چاقوی پرتابی خرس رو بکشید. به این مکان بیاید چون که همیشه یک خرس گریزلی اطراف اجاق آتیش مخروبه پیدا میشه و بعد نکته مهم اینه که سوار بر اسب باشید و با استفاده از ددایتون نقاط حساس بدن خرس رو هدف بگیرید و بعد بکشیدش. تبریک میگم، شما الان تونستید با موفقیت تمام چالش های وپن اکسپرت رو کامل بکنید و میتونید برای دریافت پاداشتون به پیش هر ترپری برید.
خب همونطور که میدونید الان کافیه که به پیش هر ترپری در نقشه برید و بعد در قسمت ریفورس اکویپمنت وپن اکسپرت رو انتخاب بکنید و 4 تجهیزات ارتقا یافته‌اش رو بخرید که همونطور که میدونید مزیت‌هایی مثل حمله فشنگ بیشتر تا 70% و 20% دیرتر کثیف شدن اسلحه ها دارن. کست ننشون چرا؟ چون اینا مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. گو میخوری فش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه.